اوکی. این درس نو است. در این درس ما درباره HTML entities میخوام گپ زنم. HTML entities این به زبان انگلیسی است. اگر дословно точки перевод کنیم همه نزدیکترش علامت‌های مخصوص در HTML میشوند. علامت یا که رمزها، سیمبول‌های مخصوص در HTML همین مشکل در HTML می‌نویسیم. پاپکایی که من چقدر دیدم من ویژوال استودیو کد استفاده بردم. در اینجا باز همون فایل index.html کشیدم. این در داخلی فولدر پاپکا هست که اینا ما در بالای اکران دارم. اینا پاپکا HTML در داخل همین ایندکس همین هست وزی که شده است در ویژوال استودیو کد. ما همیده دوام میتیم. مثلا پیش از نویساندن سر کردن در ویدیو پیش نفهمیدم بیدم HTML boilerplate میگن کدی که پیش از نوشتن سر کردن استرکتورایی که از HTML عبارت است. فوندامنت در ویژوال استودیو کد شما علامت خطاب نویسین انتر زیر کنین در کلاویاتور اتوماتیک همین برای شما مینویسه. اما رو بگم چقدر که دیدید همین برای ما تیار داد. ما کد در کجا مینویسیم؟ در داخل بعدی مینویسیم. تایتل دا میتونم بگم که این الا HTML entities مثلا در اینجا در داخلی کامنت من مینویسم که این درس درباره چی است. علامت های مخصوص در HTML. چقدر در دست راستی چی پیدا نشد برای که کامنت در ویدیو پیش نفهمیدیم که کامنت این فقط برای ماست در وبسایت نمایان نیست. مثلا یک تا پاراگراف نو میکشم حرف پیقتی در این پاراگراف ما می نویسیم که برای مثال این درسی HTML می باشد. مثلا من همین جمله را نویساندم چقدر دیده در طرف دستی راست برآمد این درسی HTML می باشد. علامت های مخصوص چی هستند در HTML لازم همین نمیفهمونم. مثلا اگر که ما خواهیم همین HTML در داخلی قوسی نخونکش میگوین همینه ایرا انگل بریکت میگن انگلیسی ده با توجه که با فکرم همینه. اگر من خواهم که همین HTML در داخل همین فهمونم این درس HTML میباشد. شما دیدید که در دستی راست HTML گم شد نیسته. برای که این کد ویژوال استودیو فکر میکنه که این قسمی کد است با مانند این بعدی HTML head doc type در داخل نخونه که گرفتیم این کد یا قسمی کد حساب میشود. در اینجا نامه تا این درسی میباشد. چقدر دیدید HTML گم شد. یکی من میخوام همین HTML با همین زیر نخونکش نشان تیه من همین چقدر میکنم. برای در همه سیمبول های مخصوص در HTML با امپرسند سر می شوند. یعنی با این همین سیمبول سر می شوند. امپرسند میگن همین انگلیسی ده و نقطه ویرگول قطعی تمام می شوند. و در بینی میخواست اگه چیزتا می نویسی اینجا چیزی نویسی در بین می نویسی همین خیلی سر می شوند. انا ما خوام که HTML قطع نخونکش بتوه در بین همین کد در طرف چپ می نویسیم. مثلا می نویسیم همینه کدی مخصوص قطعی سیمبول مخصوص قطعی عوض میکنیم همین چیزی که در طرف چپ هست. مثلا امپرسند می نویسیم LT نقطه ویرگول نویساندیم در این طرف. از این طرف باشد وای تازه کردم وای نخونه که امپرسند
gt gt اینا خودش بر اومد نقطه ورگل. مثلا وقتی که ما همین خیلی نویسوندیم این درسی HTML میباشد. انا چخیلی که دیدید از طرف چپ و راست نخونکش هم هست. انا میخیلی نمی نویسیم. این همین سیمبول های مخصوص در HTML میگویند. این знак‌ها معنا دارند. مثلا در داخل перевод چه نویسم، در داخل کامنت چی معنا دارد. مثلا LT در داخل امپرسند ما نوشتیم که LT نویسوندیم از نقطه ورگل خطی. LT переводش به ترکی less than میشود. less than معنیش خردتر، اما خردتر، سیمبولی خردتر. با GT نویسوندم از طرف دیگر. GTش переводش greater than میشود. همین GT هم معنا را داره. هیچ less than هیچ greater than، کلانتر. اینش کلانتر، خردتر، کلانتر. یعنی خردتر از طرف چپ موندم، کلانتر از طرف راست موندم. همین خیلی شد. این درس HTML میباشد. این بود یک مثال. مثلا با یگان مثال دیگه، مثلا کپی رایت سیمبل میگویند. برای مثال کپی رایت یک знак هست، سیمبل هست برای حقوق حفظ کردن هست. کو مثلا همونا مخوام نویسم. مثلا میگم که این درس حقوق های این وبسایت، حقوق های این وبسایت محفوظ می باشند. برای مثال در آخر همین حقوق های این وبسایت محفوظ می باشند، در آخر صورتی همون знаки حقوق هست. همون اگر همینجا زنیم همون چی خیل میکنیم وای پروسته در همین نقطه میمونیم. امپرسند میگوییم، باز نقطه ورگل در باینش کپی. چه خیلی که دید اینجا بار اومد. این همی کپی знаки کپی رایت بار اومد اینجا دا. امپرسند کپی знаки یکی جا دامونم که رمزی حقوق. همین خیلی نویسونده میشه در دیگه پاراگراف. مثلا بسیار چیزا هستن که ما همین خیلی نویسونده شون میتونیم، هم خیلی رمز و قطعی نویسونده شون میتونیم. مثلا ازیر یک وبسایت میکوم نشون میتونم. مثلا بسیار چیزا هستن، مثلا HTML entities chart زنیم. اینا همه همینو entity هن. همین لوگوی تشه استفاده برده میتونه. اینا کلانتر گفتم که امپرسند LT، خردترش امپرسند GT، علامت سوال. همه همینو را اینا ما در پایانی کامنتار یا لینک سیلکش همه پرتام همینه. اینا شما نمیگیریم. اوکی، بیا دوام تیمیجا. این رمزی حقوق بود. با برای مثلا چخیل کنیم که کلمه همیشه یک جا باشن، مثلا یک دیگر کنده نباشه. وقتی که پاراگرافی نو سر شد کلمه ها سر نو سر میشوند. مثلا برای مثال یک پاراگرافی نو میکشم اینجا دا لورم 100 میگم، یعنی میگم 100 تا کلمه بساز برای ما را. مثلا 100 بسیاری بچشت بخشش 50 تا نمیم 30 تا بس بود اگه با فکرم 30 تا بسه. مثلا ما میخوام که کلمه از سر نو یکمون تا دیگه 20 دقیقی. مثلا جواب نوید
مثلا ما میخوام همین کلمه آمد در وبسایت آمد قطعی نمی کنسکتورر یک جا باشن، اینش در بالا اینش در پایان نباشه. همین ما چیکار میکنم؟ ما همین کلمه را در کد میآورم، همین از ما در کد میآورم، اینم آمتا این هسته در کد ما همینجا هسته. همین میآورم، در بینش یک سیمبل مخصوص دیگه هسته، در بین هر دیم کلمه میزنمش، اینا را یک دیگر جدا نمیکنم، همیشه یک جا میبرویم. مثلا از من همین چیکار میکنم؟ در بین همی یتا نان بریکینگ سپیس میگن، همون میزنیم امپرسند نقطه ویرگول، در بین همین امپرسند نقطه ویرگول می نویسیم ان بی اس پی، اینا برآمد. اینمی وقتی که ما همی ان بی اس پی را که زدیم در بین همین دو کلمه، این کلمه را اینترنت اتوماتیک جدا نمیکنم، یک جا یا بالا میتوان یا که هر جا یا پایان میتوان. انا اینجا چیکار دیدستین؟ هر جا در پایان تفتیدین آمد پایان رفت، برای که من در بین همین موندم، علامتی مخصوص موندم، گفتم اینا باید یک جا باشن، اینا را فرق نداره، خود در بالا خود در پایان یک جا موندن. در کنم مثلا من این سرابم هرچ بالا رفت، این سکنم هرچ پایان رفت. همین خیل ما میخوایم که اگر خواهم که بین همین کلمه جای خالگی بسیار باشه، مثلا رشیون ان لابوریوس هم نمیدونم چیه نمیدونم کلمه در بین هر دوش جای خالگی باشه. ما همین چیکار میکنم؟ مثلا از این همجای جای خالی پاراگراف پارتوما جای خالی نگاه کنین، اینجا هیچ نشسته، اب نویتم کنم هیچ نشسته. ما چیکار هم جای خالگی همجا پیدا شود، این هم با همین قطعی میکنیم. ما همین هم میگیرم کنترل کپی هم میگم، همجا میپرتم چیکار که دیدستین. ما همین چقدر بسیار کپی روت کنم پرتم، همین قدر جای خالگی جا پیدا شد. وقتی که شاید که شما در کار شاید که جای خالی پرتوین، آن همین تکرار کردن میگیرین، هر یک کمیه یک تا جای خالی حساب میشه. مثلا ما اگر همین 4 بار پرتویم، نه 1 2 3 4 اینجا 4 تا جای خالی پیدا میشه. همین چقدر حساب میکنیم؟ 1 2 3 4 5 پنجمش رو از خودش یک تا جای خالی دادگیه کنه از همون جای، اینجا یک تک تا حساب کنیم، اینجا 4 تا آبش 5 تا جای خالیه. اینش وایش هم گاب زدیم. مثلا با ما میتونیم چیزای ماتماتیکی را گاب زنیم. مثلا در درون پاراگراف نویسیم که 5 کلانتر از 3 هستن. مثال برای مثال مثلا چیکار جدید 5 کلان از 3 هست. بعضا همین را کد نویسن یا جاوا اسکریپت اتوماتیک حاصل شه جمع میبره. بعضی براوزر دا درست یا خطا ترو فالس میبره. مثلا جوابی را ترو بردنش ممکنه، ما خواهیم که همین خطایی نشوه، همین یک رای دیگه هسته. مثلا همین را کپی روت کنم پایانش دا رای دیگه چیکار همین را میفهمونم، اینا او دلیل میکنم امپرسند گت نقطه ویرگول چیکار دیدن 5 3 را ما رای دیگهش قطعی نفهموندم. مثلا همین چیزی که در خطی 17 در خطی 18 هم همیه یک پروست دارم علاماتی مخصوصی HTML قطعی فهموندستم. یا که ما میتونیم بگیم که مثلا 5 یا که 7 امپرسند LT خورتر است از 10. مثلا ما این خیل میفهمونیم، این یک رای دیگه هسته. همین خیل چیزا ما در HTML باشد با علامات مخصوص قطعی مثلا والیوتا را فهمونده میتونیم. یا من در مثلا رمزهای سوم مثال والیوتا هسته، ایرا با انگلیسی چی میگن؟ کرنسی میگن. رمزهای سوم والیوتا کرنسی. مثلا اینو را چیکار میفهمونیم؟ مثلا
برای مثال من بگم که این در درون پاراگراف نویسونم اینجا. مثلا این درسی HTML نرخش $100 است. اگر همین خیلی گویم ده این درسی HTML نرخش $100 است. اگر همین نگویم و همین چی خیلی میفهمونیم $100 در پیشش سیمبولی دلار من چی خیلی مگذارم. اگر خون %، فکر کنم جا %، زدم جوش دلار زدستم. این درس HTML نرخش 100 است. چقدر دیدن من %، موندم کلمه دلار نویساندم در داخل نقطه ویرگول موندم. همینجا نشونه 100 برآمد. مثلا با دیگه سومو هم هسته کمی خیلی ما میتونیم فهمونیم. مثلا اینش این پاراگراف تا بیا دوام تیم. مثلا $100 گفتیم اینا $100 فهموندیم ها. این خیلی با %، میگویم پاوند میگیم 100. این چی شد؟ یورو شد مثلا ها. اینش یورو شد. این هم میخوام در لینیه نو باشه. مثلا لینیه نو دم و یورو نویساندیم. با لینیه نو دم میخوام نویسانم که کدام سومو هستن. چون ین هسته مثلا 100 ین می نویسم. این از چی هستن؟ یاپونسکی والیوتا. در لینیه نو مثلا پولی یورو هسته. یورو را می نویسیم 100 یورو. کمتر جای خودگی مونم. مثلا یورو من همینجا اگر خوام که روبل نویسانم بیا کو این % میزنم روبل. چخیلی روبل نیست. همه کلمه نیستن. همو والیوتایی که پاپولار نیان بین المللی همون یا 5-6 تاشا قوش کردگیان. دیگر روبل مثال پولی خیتوی، پولی اندی توجیکی دیگروش هست. و ایورا کود قطعی میزنه. نام قطعی نیستن. و ایورا انگی یورو دلار ایخیل نیستن. ما همینا چخیل میویم. و ایورا یفتن با بیاینا گوگل دا میکویم. مثلا میزنیم که HTML currency symbols. مثلا همینجا دا اینا همه همی سیمبول های سوم هست. اینا دلار اگر چند نمودی روی نویسندانش هست. اینا $1 چخیل که من نویسندم همین خیل. اینا با سنت هسته. سنت، پاوند، یورو. آنایی روبل چخیل دیدن کلمه نداره. روبل اینا ای خیل می نویسونیم. هشکود میگن امیره را امی سیمبولا 83-81. من همین روز از همینجا کپی میکنم میبرم. روبلا همینجا می نویسونیم. مثلا همینجا دم چخیل دیدن در آخری وبسایت روبل پیدا شد. اینا روبل زنک روبل. این بود راهی نویساندنی سوم با همه دیگه زبان و خطی. این هم وبسایت شما پرتوم از یادم نبروید در آخری چی با مثلا میتونیم چی را فهمونیم در داخل پاراگرافی نو کارت هستن که علامت های کارت. مثلا ازیما در داخل کمی نویسم که علامت های کارتی بازی هستن که همونو مثلا %، میگویم ایجاده سپیدز اینش برامد با یک تای دیگرش هسته. %، کلابز هسته. اینش هسته. با دیگریش اینش هسته. هارتس میزنم اینش میبرویه. و یک تای دیگر
اینش دیام بنویسیم. اینش مبرویا. اینش چی با خورد برامد. آنا توغریش همینه. آنا چخیل دیده 4 تا کارتودا هستن. همونورانی ما توسط چیزای مخصوص بروارده میتونیم. اگر شما خواهید که کد در همینجا نویسونید، مثلا برای سنجش یا زیر چی را بگم، مثلا شما کد نویسوندنین، مثلا جاوا اسکریپت بیا در داخل یک پاراگرافی نویسیم. مثال جاوا اسکریپت شما سلام بگین، چیکار میگین؟ console.log میگین، console.log میگین و در داخل این قوس می نویسونین، میگوین که سلام مثلا همین خیلی برای مثال در پایین چقدر console.log.salam مثلا شما بخواین که کد در وبسایت در براوزر نشون تین، همین چقدر نشون میتین شما. یعنی همین خیلی نشون پرابلم نیست، از نشون داده است اینه که تکستی بولو فرق نداره. کد با شیفت کمتر دیگه خیلی شما خواهید که همین نشون تین وبسایت چقدر نشون میتین یا در داخل کد گیرین شما اول. مثال تگ هسته کد نام داره، همین تگ کد کشوین، همین در درون همین پارتوین، در درون همین پارتوین دیدین نویسوندگی ما دیگه خیلی شید. ازی برای که فرق بینین ما در بیرون می پارتوم یک کپی دیگه شه که شما فرق بینین که بین یکم و بین دوم فرق هست. دیدین یکم شریفتش دیگه، دوم شریفتش دیگه، چون که دومش شرفتی کدیه در درون کد پارتوفتم شما. برای همین این خیلی نشون داده است. که شما خواهید که console.log سلام در درون با کد گیرنش با همون گفتگیمون امپرسند گت از این طرف و امپرسند با از این طرف lt نقطه ورگل میمونه. کدی ما در داخل این بلاگیشه و دلیل کن در کار نیست. پاراگراف هم در کار نیست. کدی ما در داخلی من نبراد موندم. get lt از این طرف میاد، get از این طرف. چقدر که دیدن من در داخل کد همین را نویسوندم. console.log سلام. با فکرم این ویدیو شدم قدر واسه یعنی علامت تو را فهمیدین. گفتگیم برین اگر شما خواهین بسیار این سیمبول های مخصوص بسیار هستن، شما پروست در گوگل در بینین اینا یک تاشین. مثال اینا همینا را همشه میتون در کارتون استفاده برین. دیگرش این هسته HTML entities این همینا هستن. مثلا یک تای دیگر بود در W3 School این وبسایت هست، در اینجا هم هستن. مثلا فهموندگی less than lt greater than get اینا کد قطعی از یادم برآمد. کد قطعی نویسنده میتونیم. مثلا این 60 less thanش greater thanش باشه 62. مثلا از ما اینجا بیایم همینجا جای رفتیم 5 کلانتر از 3 هست که همینا این یکم روش بود، این دویم روش بود، این سیم روش. مثلا بخشش یک دقیقه نمون کپی کنم. سیم روش این خیلی مثلا 62 یکم روش پریامو لینیای 17 نویسوندیم 5 کلانتر از 3 هست. دویمش در سیمولی مخصوص گت قطعی نویسوندیم امپرسند GT سمیکولن نقطه ورگل 5 کلان از 3 هست. سیمش باشه رقم قطعی امپرسند هش کد 62 نقطه ورگل 5 کلان از 3 هست. یعنی
ҳар хел равқати мо метонем нависонем. ин буд дарс дар бораи аломатҳои махсус дар HTML. мо растем ба поёни ин видеодарс. То дарси оянда агар саволо бошанд дар қисми комментария нависед. Ман кӯшиш мекунам ҷавоб нависам ё ки якдигарро ёрдам тия ҷавоб нависен. барои дастгирии канал обуна шавен, лайк монед ва ба ёру рафиқон фиристен. Агар тамошо зиёд шавад, дар ҳақиқат одамои мехостагӣ бошанд, бод бисёртар видео мекунем, бод давом метем. Тамом, ҳозир ашта раҳмати калон ба ҳамаи шумо барори кор.